These days, rosewater is something of a beauty trend, but it's been used for centuries. It's thought to have originated in what is now Iran, and it's a cultural staple there to this day. This great big story is inspired by Genesis. For the world's best rosewater, you have to go to the Hemser district in Iran. There you will find Mohsin, who comes from a long line of rosewater makers. من محسن غفاری مقدم موزه رو 10 سالی بیشتر نیست، چون ما یکی از گلابگیرای معروف قمصر بودیم. حدود نیم قرن سابقه گلابگیری خود من توی همین مکان هستش. And there's a reason Mohsin's family has been making rosewater here for centuries. این نیست که زائیده تخیلات ذهنی ما باشه. ببینید قمصر یه شرایط خاصی رو داره که این شرایط باعث شده. Those special conditions like the soil, temperature, sea level and gentle winds makes the Hemser district ideal for growing roses. A lot of roses. ببین اگر ما بخوایم برای تولید 1 لیتر گلابی که 1 کیلو گل درش به کار برده باشن بین 600 تا 700 دونه گل باید چیده بشه. The flowers are boiled with water in large copper pots where condensation is collected. یعنی به یک مایع معطری میشه که ما بهش گلاب میگیم. اگر ما دیگ رو اومدیم تمیز کردیم، مجدداً گل ریختیم توی دیگ، ولی دفعه دوم به جای آب گلاب ریختیم روی گل، این میشه یک گلاب 2 آتشه. یعنی ما با این کار اومدیم گلاب مرغوب تری رو گرفتیم. ببین گلاب از قدیم الایام یه ماده مقدسی بوده. هنوز هیچ خواباوری به اندازه گلاب اثر بخشی نداره. ماده‌ای هستش که میتونین به راحتی برای پوستتون استفاده کنین. ما هر روز چایی رو که میخوریم با گلاب میخوریم. Unfortunately, times are changing for the rosewater industry. There aren't as many family farms as there once was. But for some, like Mohsin and his family, making rosewater is more than a business. کار گلابگیری دیگه اونجوری اقتصادی نیست، اون شکلی صرف نمیکنه. بخوان منصرف بشن و تصمیم به انصراف از این کار گرفته باشن، دوباره فصل گلابگیری سال بعد انگار که یه کسی یه نیرویی داره بهشون میگه که این کار رو ادامه بدن. گلاب جزء لاینفک زندگی خود ما هستش.